ما آش تیار میکنیم در لب دریای لوچو. یک از بامزه ترین آب و برای تیار نمودن آش و ما لازم است دیگی تصفان علاو کردیم، آتش کردیم، گوشت، سبزی، برنج، زیره، مرچ و آبی چای در هیزم جوشیدگی. الحمدلله. برای تیار نمودن آش اول ما گوشت رو انتخاب میکنیم. ببینید از اینجا انتخاب کردیم. ما گوشت رو برای آش انتخاب کردیم از 1.5 کیلو رودیلی و 2.5 کیلو سر کتف با گردن. قصاب شیرافگن است. من شیرافگن قصابخانه‌اش در سرشوی گردش چورباغ قرار دارد. من اینجا جوری که من برای 3 کیلو برنج با ما 900 گرم روغن رستنی در کار، 200 گرم روغن زغیر در کار، 200 گرم و ما در دیگ پشمان اینا را میریزیم. روغن ما شیرین شد، آش ما یک به یک باشد، 1.5 کیلو پیاز رو ما ریزه کرده و روغن میپرتیم. آنا این جناب سخشی گوش میدید. پیاز ما بریان شد، رنگش طلایی قهوه‌رنگ شد. من اگر کدام میخواهد که آشش سرختر بیاد، پیاز رو هولم بریان کند. ما اکنون گوشت رو میاندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو کیلو گوشت بود. ما تو همین درجه بریان شد، زلاتی سکریشنی سویدیانه که قهوه رنگ شد. اکنون نیمی سبزی رو ما میپرتویم و سبزی رو نیز یک 5-10 دقیقه بریان میکنیم با همراهی گوشت. بعد آب رو میریزیم. خدا خواهد آشی با مزه میشود. یک 4-5 دقیقه ما نیمی سبزی رو پرتوفته بریان کردیم. اکنون باقی مانده سبزی رو میپرتویم و از بالایش آب میریزیم. دیگر سبزی رو تگ و بالا نمیکوبیم چون که در وقت کشیدن آش خوشرو بیاید. اکنون آب رو میریزیم، باز یک دیگه آب میریزیم، نمک میپرتویم. نمک رو در وقت زیربک جوشیدن میچشیم. اینکه نمک کم باشد باز ایلوه میکنیم، نمک زیاد باشد آب رو بسیار میکنیم. زیربک ما یک 10-15 دقیقه شد جوشته ایستاده‌اش، نمک را شد چشیدیم، نمکش در جایش است. اکنون زیره میپرتویم و کمی مرچ میپرتویم. زیربک ما آماده شد. اکنون ما برنج رو آماده میکنیم برای پرتوفتن و برنج رو ما میشویم. برنج رو هیچ وقت این خیلی نمیشکن. مثلا نمیشکن که چون که برنج میشکنه. این خیلی برنج رو میشویم تا همون وقتی که آب از داخلی طبق برنج ما آب صاف روید. این آب غذا است. آب صاف روید. آب ما صاف شد. اکنون برنج رو میپرتویم. اکنون برنج رو میپرتویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش روی کرده گرد با گرد. برنج رو پرتوفتیم. اکنون باز زیره میپرتویم و باز مرچ میپرتویم برای طعم آش رو خوب کردن. بلند میکنیم
Mana این جوشیدن اکل اوشمو اوش تمام شد قریبی که پخت اکنون موافق طلب اشخورها دو تا سیب پیاز میپرتاییم و دم میتیم اشخور من اوشمو شد تیار شدیده اینک نیم ساعت اوشمو دم پرتافتیم اکنون اوشو بسم الله بکن بکشویم و با اشخورها میکشیم یا اشخور بیلده daha az keşemediniz. Bu var ki ne de o şurası rahat bekliyordu. Merhamet, hoşgörü, hoşgörü.